بسم الله الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. بیان امام مهدی ناصر محمد الیمانی به تاریخ 18 اسفند سال 1400 هجری شمسی. تحدی از جانب خلیفه خدا مهدی. بسم الله الواحد القهار. ای مردم جهان در نقاط دور و نزدیک، این کلام را به اذن خداوند بر زبان می آورم، بلکه این فرمان خداوند است و نه من و نه شما اختیاری نداریم و آگاه باشید که تمام امور به دست خداوند است و به یقین بدانید خداوند کار خود را به انجام می رساند و خواهید دانست که عبا خود آیت و نشانه دیگری است. پس گوش فرا داده و توجه کرده و در این خبری که از نزد پروردگار عالمیان آمده است تعقل کنید. همانا که بعد از مرگ ملک سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود، سعودی هیچ حاکمی نخواهد داشت و برای حکومت بر سعودی با هیچ کس بیعت نخواهد شد مگر خلیفه خدا مهدی ناصر محمد یمانی. و یقین داشته باشید که خداوند عالی جناب ملک سلمان ابن عبدالعزیز و ولیعهد و پسرش عالی جناب محمد بن سلمان را از دنیا برده است. ای مردم، چقدر امروز شبیه دیروز است. خدا با شما بجنگد که این گونه از حق منحرف می شوید. مرا به یاد سریال شهید زنده علی عبدالله صالح عفاش انداختید و شاید تمام انصار خلیفه خدا مهدی ناصر محمد یمانی بخواهند بگویند اماما، ما هنوز از فتنه سناریوی قتل زعیم علی عبدالله صالح خارج نشده ایم، گرچه بر طبق فتوای شما و بنابر حکمت بالغه خداوند او هنوز زنده است. تا اینکه ما او را فراموش کرده و مردمی هم که بر سر کشته شدن زعیم عبدالله صالح همیشه با ما مجادله و به شدت با ما جهاد می کردند او را فراموش کردند، دوباره مردم در نقاط مختلف عالم بر سر کشته شدن زعیم علی عبدالله صالح با ما مجادله می کنند. ما را با زعیم علی عبدالله صالح چه کار؟ ولی الان فتنه صاحب عبا برایمان پیش آمده که روی لباس نظامی بر تن کردی. خلیفه خدا بر عالمیان امام مهدی ناصر محمد یمانی از حرفتان لبخند زده و میگوید عزیزان من در راه خدا، من این کار را سر خود نکردم. آنچه که میدانم و یقین دارم این است که بعد از وفات ملک سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود با هیچ پادشاهی در کشور عربستان سعودی بیعت نخواهد شد، بلکه خداوند حکومت یمن و سعودی و تمام ملکوت عالم را به من خواهد داد و مرا خلیفه خود بر ملکوت عرش عالم خواهد کرد و حکومت عالم برای خلیفه خدا در زمین امام مهدی ناصر محمد یمانی خواهد بود و این وعده خداوند است و خداوند خلف وعده نمی کند. تصدیق فرموده خداوند تعالی بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظیم. عزیزان من در راه خدا، در حال حاضر توپ در زمین آل سعود است. یا به قضا و قدر الهی راضی می شوند که خیر آنان در این است و انتخاب و چاره‌ای ندارند. در برابر ملکوت زمین در تمام عالم حکومت و ملک یمن و سعودی چه می تواند باشد؟ یا اهالی یمن و اهالی حجاز به خلیفه‌ای که خداوند برای تمام عالم برگزیده است امام مهدی ناصر محمد یمانی راضی می شوند و همگی از در صلح و آشتی در می آیند که این راه حل نهایی برای تمام جهان است. و اگر سرباز زدید بدانید خداوند عزیز و حکیم است
و بدانید خداوند کار خود را به انجام می‌رساند و امام مهدی ناصر محمد یمانی پایش را روی پایش انداخته است تا خلافت به خانه‌اش بیاید. هر کس می‌خواهد بخواهد و هر کس نمی‌خواهد نخواهد. صحنه سازی و جعل، نمایش زنده بودن پادشاه و ولیعهدش در کشور عربستان سعودی هرگز کارساز نبوده و نخواهد بود. ما وضعیت امنیتشان را درک کرده و فعلا از میانشان امیری برایشان برمیگزینیم که برای محافظت از امنیت بیت الله المعظم و امنیت تمام آل سعود و امنیت ملت عربی حجاز تجربه بی‌عدالتی و ظلم تلخی را چشیده است. او عالی جناب متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود است که تا زمانی معین به این امر گمارده می شود و اگر آل سعود از فرمان خلیفه خدا مهدی ناصر محمد یمانی سرپیچی کنند گرفتار عذاب درجه 3 الهی خواهند شد، همانند کاری که قبلا اهالی یمن کردند و تا امروز گرفتار آن هستند. و اما در مورد ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، وفات ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود را به دولت عربستان و مردم حجاز تسلیت می‌گوییم و در مورد محمد بن سلمان اگر خداوند او را از مرگ بالینی بیدار کرده و به استقبال رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی رفته است، پس با او صحبت کند، او که کر و لال نیست. و هیهات هیهات، ای کسی که نقش محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را بازی می‌کنی، به خاطر این ویدیوهای بدون صدا و ساکت و صامت از بینندگان خجالت بکشید و حیا کنید. عبدالفتاح السیسی به یقین از موضوع خبر دارد و میگویم ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود از دنیا رفته است. باشد که خدا او را بیامرزد. خداوند هر کس را بخواهد می آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می کند. آنچه که میخواهم بگویم این است که بر اساس علم من این صحنه سازی ها و نقش بازی ها برای مدت محدودی به کار می آیند و برای همیشه کارساز نیستند. و میدانم شما به امید اینکه ولیعهد سعودی از مرگ بالینی برخیزد این نقش بازی و صحنه سازی ها را انجام می دهید. هیهات هیهات، میترسم خداوند کید شدید خود را به سراغ کسانی بفرستد که این صحنه سازی ها را انجام داده و مردم را از نشانه های تصدیق پروردگار عالمیان باز می‌دارند و هیچ کس از مکر خدا خود را در امان نمی‌داند مگر ظالمان. و اگر خداوند محمد بن سلمان را بیدار کرده است، بیاید و با صدا و تصویر مانند قبل سخن بگوید. لال که نیست. و اما این ویدیوهای بدون صدا و صامت تا زمانی که محمد بن سلمان با صدا و تصویر در برابر مردم سعودی ظاهر نشود، مایه رسوایی و فضاحتی برای شما و کسانی است که به شما کمک می کنند. چون طناب دروغ کوتاه است و خداوند حق را با کلمات و قدرت تامه خود ثابت کرده و بر کرسی می نشاند. و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خلیفة الله و عبده المهدی ناصر محمد الیمانی.